آبا ببین چه عقلی داری چیکار میکنی؟ بابا دارم جبر همایونی رو میشورم دیگه. جبر همایونی دیگه برای کدوم اشتکیه؟ چی میگه؟ این جبر پادشاه ایران جناب اعلی حضرت پهلوی. بس چرا اینجا کردنش تو خاک؟ خب اعلی حضرت چند روزی از ایران رفت استراحت کنه، آب و هوا خوب بود دیگه، موندگار شد دیگه. نه حالا بیا برو اینجا مزاحم نشو، میخوام اینجا رو بشوریم. 2 روز دیگه بزرگترین مراسم ختم تاریخ اینجا برگزار میشه. کاسه گذرتون جمع کنید ببینم هیچ خری نمیتونه اینجا مراسم بگیره. ابلاغی اومده پهلویشو تو مسجد راه نده. آخه چرا؟ دیگه بماند، ولی مردمتون اگه این لش سگو می‌خواستن تو همون کشورشون براش مراسم میگرفته. راست میگه، تازه از وقتی همین اینجا دفنش کردید دیگه هیچ گیاهی روش نکرده. بزرگوار سم بوده برا خودش. چی میگه؟ بعدشم تو این مراسم کلا 7 نفر قراره بیان. چی زر میکنه بزرگترین مراسم ختم تاریخ. تازه اون 4 نفری هم که میان دنبال گزینه عجله دارن میگردن تا زودتر برن. بذارید مراسم بگیریم، اجل کد نزدیم. والا شرکت کننده های شما از برگزار کننده های مراسم تشییع رهبر ایران کمتره. نه بابا اون جمعیت رو با کیک و ساندویچ آورده بودن، بقیه‌شون هم که هوش مصنوعی بود ندیدی؟ اشتک به خاطر ازدحام و دوری یه سری از شهرها و کشورها پویش جاماندگان زدن. خری خب برای اعلی حضرت هم میزنیم، کاری نداره. آره پویش چه خوب جاماندیم. چی میگه؟ کام به سیک گلتی میخوری بشور دیگه، بعد صدا نلبکی بده. شما ایرانی هستی؟ بله چطور؟ آخه صحبت اون خانمه رو نشدیدی که میگفت ایرانی با پرچم اسرائیل؟ آقا این ناموس داره، فقط بعضی وقتا کلاس یوگا هم میره. چی میگه؟ کلا این خاندان چقدر بدبختن. اون از باباش که مومیایی شد، اینم از خودش که گور به گور. نفهمیدم چی گفتی؟ هیچی بابایا، گفتم نور به گردش بباره. ای وای، دیدید گفتم این مرد آسمانیه، باور نکردید. نور به گبرش بارید، قربونش برم. نور کجا بود؟ این یه گرز آتشینه، هر هفته این موقع نوبت ایشون میشه، ملائکه عذاب میاد سر وقتش. نه